الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به شنیدن دروس رمضانی جلسه هشتم دعوت می نمایم. عنوان جلسه امروز ما سایر اقسام مردم در روزداری و احکام قضا است. تمام ستایش ها از آن الله یگانه بزرگ، جبار توانا و نیرومند قهار است. ذاتی است برتر از آن که اندیشه ها و دیدگان به او احاطه یابند و بر پیشانی تمام مخلوقات مهر نیازمندی به ذات خود را زده و آثار قدرتش را با گردش شب و روز آشکار گردانیده است. ناله بیمار از پا افتاده را که از رنجهای شکایت دارد میشنود و حرکت مورچه سیاه را در شب تاریک بر سنگ میبیند. آنچه در سینه ها نهان است و رازهای پنهان را میداند. صفاتش همچون ذاتش است و کسانی که صفات او را به صفات مخلوقات تشبیه می کنند کافرند. آنچه خود را بدان توصیف کرده است میپذیریم. همون گونه که در قرآن و سنت آمده است، الله متعال میفرماید: آیا کسی که بنای خود را بر پرهیزگاری از الله و خوشنودی او بنیاد نهاده بهتر است یا آن کسی که بنایش را به لبه پرودگاهی سست نهاده است؟ او را بر شادی ها و سختی ها می ستایم و گواهی می دهم که هیچ معبودی به حق جز الله وجود ندارد. یگانه است و شریکی ندارد و یکتای آفرینش و تدبیر است. الله متعال می فرماید: و پروردگارت هرچی بخواهد می آفریند و بر می گزیند. و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده او برترین پیامبران پاک سرشت است. درود و سلام فراوان الله بر او باد و بر ابوبکر همدمش در غار و بر عمر در همکوبنده کفار و بر عثمان شهید در خانه و بر علی شب زنده‌دار سحرخیز و بر همه خاندان و یارانش به ویژه مهاجران و انصار. ای برادرانم، پیشتر درباره 7 دسته از مردم در روزداری سخن گفتیم و هم اکنون به بیان سایر اقسام میپردازیم. دسته هشتم، زن حایض. روزه گرفتن بر او حرام است و روزه‌اش نیز صحیح نیست به دلیل این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زنان: هیچ ناقص عقل و دینی نمیتواند مانند شما مردان عاقل را فریب بدهد. گفتند: ای رسول الله، کاستی عقل و دین ما چیست؟ فرمود: آیا شهادت و گواهی زن نصف شهادت و گواهی مرد نیست؟ گفتند: آری. فرمود: این از کاستی عقل اوست. و آیا جز این نیست که وقتی حیض شود نماز نمیخواند و روزه نمیگیرد؟ گفتند: آری. فرمود: این از کاستی دینی اوست. متفق علیه. حیض خون طبیعی است که در روزهای معین به طور معمول از زن خارج می شود و اگر حیض در حال روزه حتی یک لحظه پیش از غروب رخ دهد، روزه آن روز باطل می گردد و قضای آن بر او واجب است، مگر آن که روزش نافله باشد که در این صورت قضا نیز مستحب بوده و واجب نیست. و اگر در میانه روز رمضان از حیض پاک شود، روزه گرفتن باقی مانده آن روز برای او درست نیست، زیرا در آغاز روز در حالتی بوده که با روزه منافات داشته است. و آیا امساک باقی مانده روز بر او واجب است؟ در این مسئله میان علما اختلاف نظر است که پیشتر در بحث مسافر وارد شده در حال افطار ذکر شد. و اگر در شب رمضان لحظه پیش از فجر پاک شود، روزه بر او واجب می شود، زیرا از اهل روزه است و مانع برای او وجود ندارد. پس روزهش صحیح است، هرچند غسل را تا پس از طلوع فجر به تأخیر اندازد. مانند فرد جنوب که اگر روزه بگیرد و تا بعد از طلوع فجر غسل نکند، روزهش صحیح است. چنانچه عایشه رضی الله عنها میگوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم گاهی در ماه رمضان بامداد را در حالی آغاز میکرد که بر اثر همبستری و نه احتلام در جنابت به سر میبرد، سپس با این حال روزه میگرفت. متفق علیه. و احکام زنانی که در نفاس به سر میبرند در همه آنچه گذشت مانند حکم زن حایض است و قضا به تعداد روزهایی که از وی فوت شده واجب است به دلیل این فرموده الله متعال: پس بر او شماری از روزهای دیگر لازم است که روزه بگیرد. و از عایشه رضی الله عنها پرسیده شد: چرا زن حایض روزه را قضا می کند ولی نماز را قضا نمی کند؟
گفت اگر چنین حالتی برای ما پیش می آمد پس به قضای روزه دستور داده می شدیم و به قضای نماز دستور داده نمی شدیم. روایت امام مسلم. دسته نهم، زن شیرده یا باردار اگر روزه‌داری بر خود یا بر فرزندش خطر داشت افطار می کند. چنانچه در حدیث انس بن مالک کعبی رضی الله عنه روایت شده است که می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود همانا الله متعال از مسافر نیمی از نماز را برداشت و از مسافر و زن باردار و شیرده روزه را برداشت. روایت سنن اربعه و مسند احمد. و این لفظ روایت ابن ماجه است و به تعداد روزهایی که افطار کرده هرگاه برایش میسر شود و بیم برطرف گردد قضا بر او واجب است مانند بیمار وقتی بهبود یابد. دسته دهم، کسی که برای دفع ضرورتی از دیگری ناچار به افطار شود مانند نجات جان انسانی معصوم از غرق شدن یا سوختن یا زیر آوار ماندن یا مانند آن. اگر نجات چنین شخصی جز با نیرو گرفتن از طریق خوردن و نوشیدن ممکن نباشد افطار برای او جایز بلکه واجب است، زیرا نجات جان معصوم واجب است و آنچه واجب جز با آن انجام نمی شود خود واجب است و قضای آنچه افطار کرده بر او لازم است. همچنین کسی که برای تقویت خود برای جهاد در راه الله و نبرد با دشمن نیازمند افطار است افطار می کند و قضای آن را به جا می آورد، چی در سفر باشد چی در شهر خود و آنگاه که دشمن بر او حمله کرد، زیرا این کار دفاع از مسلمانان و اعلای کلمه الله عزوجل است. و در صحیح مسلم از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که میگوید با رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مکه سفر کردیم، در حالی که روزه بودیم، در مکانی توقف کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما با دشمن نزدیک شده اید و افطار برای شما نیرومندتر است. پس رخصت بود، برخی از ما روزه گرفتند و برخی افطار کردند. سپس در مکان دیگری توقف کردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود شما بامدادان با دشمن روبرو می شوید و افطار برای شما نیرومندتر است، پس افطار کنید. و این یک دستور قطعی بود، پس افطار کردیم. در این حدیث اشاره است به اینکه قدرت بر جنگ علت مستقل از سفر است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم علت دستور به افطار را قدرت بر جنگ با دشمن قرار داد، نه صرف سفر. از این رو در مکان توقف اول آنان را به افطار دستور نداد. و هر کسی که به سبب یکی از امور ذکر شده افطار برای او جایز باشد اگر سببش آشکار باشد مانند بیمار و پیر ناتوان از روزه، این کار آشکار کردن افطار بر او روا نیست. اما اگر سبب افطار پنهان باشد مانند زن حایض یا کسی که جان معصومی را از هلاکت نجات داده است، پس باید پنهانی افطار کند و افطار خود را آشکار نسازد تا مبادا در موضع اتهام قرار گیرد و مبادا نادان فریفته شود و گمان برد که افطار بدون عذر جایز است. و هر کسی از اقسام پیش گفته که قضا بر او لازم است، پس به تعداد روزهایی که افطار کرده قضا به جا می آورد. به دلیل این فرموده الله متعال پس بر او شمار از روزهای دیگر لازم است که روزه بگیرد. پس اگر همه ماه را افطار کرده باشد قضای همه روزها بر اوست و اگر ماه 30 روز باشد قضای 30 روز است و اگر 29 روز باشد قضای 29 روز بر او لازم است. و شایسته‌تر آن است که به محض برطرف شدن عذر به قضای روزه بپردازد، زیرا این کار پیشی گرفتن به سوی خیر و براءت هرچه سریعتر ذمه می باشد و جایز از قضا را به تأخیر اندازد تا آنگاه که میان او و رمضان بعدی به تعداد روزهایی که بدهکار است فاصله باشد. به دلیل این فرموده الله متعال پس لازم است شماری از روزهای دیگر روزه گرفته شود و بر کسانی که توانایی آن را دارند فدیه به صورت اطعام یک مسکین واجب است. پس هر کسی که داوطلبانه اقدام کند و روزه را کامل نماید برای او بهتر است. و از کمال آسانگیری تأخیر قضای آن است. پس اگر 10 روز بدهکار است می تواند آن را تا 10 روز مانده و رمضان بعدی به تأخیر اندازد. اما تأخیر قضا تا رمضان بعدی بدون عذر جایز نیست، چنانچه عایشه رضی الله عنها میگوید گاهی روزهایی از ماه رمضان بر عهده‌ام باقی میماند
و نمی توانستم آنها را جز در ماه شعبان قضا کنم. روایت امام بخاری. و چون به تأخیر انداختن آن تا رمضان بعدی باعث انباشته شدن روزها می شود و چی بسا از قضای آن ناتوان گردد یا پیش از قضای آن از دنیا برود. و نیز چون روزه عبادتی مکرر است، جایز نیست که زمان روزه اول تا زمان روزه دوم به تأخیر افتد، مانند نماز. پس اگر عذر تا زمان مرگ ادامه یابد، چیزی بر او نیست، چرا که الله سبحانه چند روز دیگر را بر او واجب کرده بود، اما برای او میسر نشد، پس از او ساقط می شود، مانند کسی که پیش از فرارسیدن رمضان از دنیا برود که روزه آن بر او لازم نیست. اما اگر توان قضا داشته و در آن کوتاهی کرده تا زمانی که بمیرد، ولی او به تعداد روزهایی که توان قضایش را داشته به جای او روزه میگیرد. به دلیل این فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم: کسی که بمیرد و روزه بر او باقی مانده باشد، ولی یا سرپرست او آن روزها را به جا می آورد. متفق علیه. ولی او وارث یا خویشاوند اوست و جایز است گروهی به تعداد روزهای بدهکار در یک روز برای او روزه بگیرند. امام بخاری از حسن بصری نقل کرده است که میگوید اگر 30 مرد یک روز به جای او روزه بگیرند جایز است. و اگر ولی نداشته باشد یا ولی داشته باشد و نخواهد روزه بگیرد، از ارث او به ازای هر روز به یک بینوا قضا داده می شود. برای هر مسکین یک مد گندم که وزن آن از گندم مرغوب 0.5 کیلو و 10 گرم است. ای برادرانم، اینها اقسام مردم در روزداری بودند. الله متعال برای هر قسم آنچه را مناسب حال و مقام است مقرر داشته است. پس حکمت پروردگارتان را در این شریعت بشناسید و نعمت او را در آسانگیری و تسهیلش سپاس گذارید و از او مسئلت نمایید که شما را تا زمان مرگ بر این دین ثابت قدم بدارد. بار الها گناهانی که میان ما و میان ذکر و یاد تو حائل شده است بیامرز و از کوتاهی ما در طاعت و شکر خود درگذر و ما را در پیمودن راه به سوی خود پایدار بدار و نوری به ما عطا فرما تا با آن به سوی تو هدایت شویم. بار الها شیرینی مناجات خود را به ما بچشان و ما را به راه کسانی که در پی رضایت و خوشنودی تو هستند هدایت فرما. بار الها ما را از ورطه های سقوط ما نجات ده و از غفلت های ما بیدار ساز و راه درست را به ما الهام فرما و با لطف و بخشش خود نیت و قصد ما را نیکو گردان. بار الها ما را در زمره پرهیزگاران محشور نما و به بندگان شایستت ملحق گردان و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد و بر همه خاندان و یارانش باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منتظر حلقه بعدی باشید.